چند سال شده دختر سیاکه؟ اینا راستیش بیاد کنم اولش start کنم اولش؟ برشن سر مقصد که من هم مزام گرفت کم تا الله شکر سوشی دانی مزام نیست نه چند سوشی داد اسما 10 سوزی وشی چون 10 سال جوشی چند سال دخیر دیش؟ اینا خیلی که اینا نمیدونم چند سال خیلی پیشی پو پیش پو پیش دست نه پیش پو هرم خیلی الله نیابان باشه الله حتی هم خیلی او کردیم من دامی یکون نوم یکون چه نگرفتم چند که زنگم زد که امیره ده میگه بیزنسی ہوتا है مای خدا برای می گپ زدم نه یکون چی نگفتم گفتم پروسا که تکیه انسان به الله بکنه یک چند که زنگم زد که این بیزنسی ہوتا है مای چی بات مثلا اینجا ہوتا है که مردم کارو نکنن اوتو خونه شگری کارو برای اوتاد انسان تکیه به الله بکنه مثلا که این یگان چی انسان از پسد نمیکنه انسان میگه الله چی میگه در قرآن و من یتوکل علی الله فهو حسبه هر انسانی که تکیه به الله میکنه برای بسنده این خیلی این انسان ها یا بینه کداد من چیه کوبینه دادون مقصد که همین چیز اگر یک مثال عادی ده رد نامه رد میکنه همه چی را نه همه کوربورت را رد میکنه میگه یعنی همه مشکلیت حل میکنه یعنی ترس پسد میکنه رد نامه چیه؟ همین معنوش که انسان نجات میته این معنی داره یعنی مثال عادی اگر همه چیز رد میکرد ترا ای پستالیت ای نیکالتاک اگر رد کنه این رد نامه ای کورم را بگم سه چهار تا بزنم که میرسه یا نه باید رد کنه باید نمونه زدن منه اگر در اصل رد نامه میگم چیزایی گیرد اطراف انسان پیش ایتون میشه من برم میبرم دستم قرار میکنه زدن نمیتونم رد نامه میای این برایم ترس وهمه برایم تریه یعنی الله میگه کی و نحن اقرب الیه من حبل الورید میگه ما به عظمتم با شما از رای گردن قریب هستم الله چی میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه هر انسانی که تکیه به الله میکنه برای بسنده همه چیز بستی حضرت همه چیز اگر ای دست خودش یکونچ می اومد این اول فلگنه میپیچوندین بعد کلیونکش نمیکردین بعد اینی پوست نمیکردین این پوست حضرت اگر با پستری بزنیش کفش نمیکنه پوست اگر ای دست یکون کور می اومد کو این را زشت نمیکرده شما او باید شما زشت کنه وای باید گیرگیر شما تا بخره شما را زشت کنه یعنی الله در جایی که الله های یکون چی نیست یعنی آیت قرآن گرفته آیت قرآن کی روی کرد الله خود میبینید که کدام آیتان ایستگیان گویش که حضرت یکم چیز نیست اخلاص کردی اومدی مقصد اومدن تو ملو دیت خود دوری تمام ملو خیال قرآن میکنه دیگه تو در یکم چیز نتر مولا میگوی آوانی هم خیلی زود و دو در اما هوی کردن نمیشه حافظ نوشتگی به ما یه تشویق کردیم در همون تنش نسیگه که ای سگ میگه تکیه به همی میکنیم و تکیه چیزش ریخ بوینه دونه کدو چکو میگن دیجا این محکم حضرت دیجا اگر بزنی چشکی نمیدروی درونی تربزه خیلی تربز چکو میگن اگر بگوی نو پرستگی حضرت ایره بی چند خواد دختگی ایجا اگر نمیدروی اگون خیل الله نیاباندم باشه وقتی همی کدمه ایره پیچون دست تربز خوردگی بدستم لحظه الله نیاباندم باشه خیل این سرخی چی باشه؟ خون باشه در جایی که الله های یکان چیز بولا چکه نمیتونه انسان فقط تکیه به الله اوجه ترش دست همین ترشی دست یعنی اگر یکان کرکم بتونیست نمیمونی که چه ترش هوا یکان چی نیست اگه نیست آیت قرآن هم بگو نیست اگه
یکم چی نپرنه سگ نیست. سگ نیست. أنا ليش نسيها؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يا حي يا قيوم. بعد يعني يكنن أول بسم الله بنام خداوند بخشنده مهربان. الله ولي الذين آمنوا يا حي يا قيوم. بعد حرف ميم اینا می چیزا حرف صفر قطعی در اسلام جایز نیست. یعنی صفر حرف میمونه، یعنی اکثریت کارهای جادوگرها، یعنی رقم گذاشتن. وقتی آیت قرآن می مثال انسان چی بنویسه؟ و ما یتوکل علی الله فهو حسبه. یا که الله من نویسه بعد برج جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت. مثال این امتحان چیزا رو می نویسن، همین چیز درست نیست. یعنی انسان خالقش کیه؟ الله. رازقش کیه؟ الله. مثال همین چیزایی که مثال نمی نویسن، مثال همین چیزایی که نه خط چش میکنن، نه همه اینا کاربار مثال دیگان جامعه نیست که مثال تا حلقه کنی و صفر بنویسی. حلقه ده اینجا صفر می نویسن. یعنی دیگان جا همین کار مگی نیست که مثال تو تکیه به همین چیز بکن. الحمدلله قبضه میتونی نه اکا جا. یعنی من شما رو میگم عموما همه رو میفهمونم. یعنی انسانی که قبضه بتونه، انسان اگر که کم کوشش کنه، مثلا نه ایکس ایکس بعد ایجاستر حرف دو هفت 24 حرف میم و این انگلیسی. مثلا انسانی که خوانده بتونه، انسانی که عقل داشته باشه الحمدلله، اگر که کم کوشش کنه در بین 20 روز قرآن خوان میشه. در 20 روز دیگهش اگر انسان کوشش کنه، همه دعاها، آیت الکرسی، آمن الرسول، دعایی که مثال حفاظت کردن از جن شیاطان، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، مثال دعا رو میتونه بخونه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. همه اینا مثال دعاها رو اگر بخونی، السلام علیکم. علیکم السلام، یا بشنی، همه این دعا رو اگر بخونی 10 دقیقه وقت نمیگیره در خواندنش. یا زیاد کردن بگذار که 20 روز اختصار کن. یکی همین چیزا رو زیاد کن. بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اصلا که چیز اگر که انسان محافظه میکرد، الله قرآن رو اینا میکرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم رونا میکرد که یعنی تعلیم بگیرین. الله چه میگه؟ اولو العلم درجات. انسانان که علم دارن از پروردگار درجه دارن. علم آموختن در کار. یعنی بسم الله خونه برآمدی بسم الله توکلت علی الله. با نام خداوند تکیه به اون ذاتی که من خلق کرد با او میکنم و از خونه خارج میشم. ولا حول ولا قوة الا بالله. سایم چیزا را اگر فراد ابراد نپیچم دازم گردندنش بگی. یعنی ما کلام ساقی که گفتیم تو نکه جان که انسان یک مینوت من شما را سوال دارم. سوال حیاتی شما را یک مینوت.